دروغش کفاره داره ولی ما قسم میخوریم. والله بالله تالله، والله بالله تالله، نشاط زندگی عشق علیست. میزان قبول بندگی عشق علیست. من نمیگم، سینه زنان نمیگن، قرآن و پیامبر و خدا میگویند معیار حلال زادگی عشق علیست. بر خود که مرید حیدرم مینازم، همراه خدا به دلبرم مینازم. آقا دیدم که حرام زاده شد دشمن تو، بر دامن پاک مادرم مینازم. شبیه زلزله آمد ذلیل شد دشمن، شبیه زلزله آمد ذلیل شد دشمن، نداد مهلت و مثل خرابه ویران کرد. همان نبرد که پور ابی قحافه پس میان خیمه خودش را ز ترس پنهان کرد. همان نبرد که عمرو بن عبدود با خشم مبارزی طلبید و نظر به عثمان کرد. چی شد؟ پس از 3 مرتبه آخر علی ز جا پاش لباس جنگ تن ذوالفقار عریان کرد. ثواب ضربه مولا به امر افضل بود ز هر ثواب و عبادت که جن و انسان کرد. بگو تو یا علی از دل که هر که گفت انگار 1000 مرتبه در مکه ختم قرآن کرد.